سلام، تو این ویدیو اومدم آنباکس 2 بسته کیمدی جام جهانی که تازه به دستم رسیده. ببینیم چه کارتایی میتونیم در بیاریم. کارت اول کارت دیجیکالا که کارت حساب نمیشه، ولی خب این کارت کلاب منچستر سیتی. خب کارت اولمون کارت رونالدو روخو جام جهانی. اینم کارت دوم جام جهانیمون و اینم کارت ترانسفر مارکت. خب بریم برای بسته دوم. رونالدو روخو کارت خوبی بود، میتونیم رونالدو رو بگیریم یا مسی. خب این همون کارت بازم دیجیکالا. خب کارت وینیسیوس، کارت جام جهانی و کارت علیرضا جهانبخش. کارت علیرضا جهانبخش جام جهانی و اینم کارت ترانسفر مارکت روبرت لواندوفسکی. خب لایک کامنت یادتون نره. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.